سلام به شما دوستان. آقا بالاخره کار این برجام به کجا کشید؟ خامنه که زهر رو بهش خوروندن و سرش داره قیلی ویلی میره. از پول رفع تحریمم که خبری نشد. پس بالاخره چی شد؟ این برجام چه گلی به عمامه عظما زد؟ تقریبا هیچی دست ما رو نگرفت. یعنی مثلا اون 100 میلیاردی که باید آزاد میشد آزاد شده به نوعی، منتها ما مشکل نقل و انتقال داریم. مشکل ما این هستش که در حوزه‌های مختلف امتیاز دادیم که یک چیزی هم بگیریم. اون داستان فردی که هم چوب خورد هم چماق خورد. بفرمایید. اینم اعتراف آشکار این بوفالو به چوب و چماق. البته از اونجایی که این طرف رابطش خیلی با چماق خوبه، به جای پیازم گفت چماق. حالا حرف جماعت جام زهری اینه که اگه زهر نمیخوردیم زودتر کله پا میشدیم. از اون ور خامنه چیا میگن شما زهر رو با آقا دادین بخوره، از پولم که خبری نشد، فقط هی گفتین ما میخوایم ایران هراسی، البته بخونید آخوند هراسی، از بین بره. وزارت خارجه کشورمان در گزارش برجام به مجلس ایران را لولو و آمریکا را هلو معرفی کرده است. تو این بزن ها گهگاهی هم باند سیدعلی بافور زمزمه سر میدن که باید برجام رو به هم بزنیم و تمام. البته این حرفا فقط قیافه و قمپوزه، چون همشون خوب میدونن که اگه برجامو به هم بزنن این دفعه واویلاست، اصلا دوبله سوبله رو سرشون خراب میشه. اکنون در عبور از مسیری پرفراز و نشیب طبیعی ترین پرسش این است که چرا آثار مثبت مورد توقع از برجام عینیت نیافته؟ چرا برجام برای ایران اجرایی نشد و چرا دیوار برجام کج بالا رفت و بیش از این قابل سرپا ماندن نیست؟ جالب تر از همه این که موگیرینی هم که یه سفر رفته بود اونجا به روحانی گفت آقا قدمای بعدی چی شد؟ همه حرفش این بود که برجام یک رفته تو گل، ما منتظر دومیش هستیم. دیگه نمیدونه تو نظام چه دعواییه و باند خامنه چه علم شنگهی به پا کرده. توپخانه مخالفان از چندی قبل به شدت بر علیه دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای فعال شده است. زمزمه های مخالفت با برجام و حمله به دولت طی روزهای گذشته شدت گرفته است. چنین رویه هایی خلاف امنیت ملی به حساب می آید. آقا اینطور که پیداست عظما نه در مقابل دوراهی بلکه در مقابل دو دره گیر کرده. راه کدومه؟ همش پرتگاهه. عظما مونده بالاخره وارد کدوم یکی از این دو راه بشه، تسلیم یا تحریم. هیچ کدومش هم درمونی واسه دردای این نظام نیست. تا فردا شب خدا نگهدار شما.